سلام و عرض خسته نباشید. به روز بخیر خدمت همه دنبال کننده های عزیز. خدمت شما هستیم با آموزش یه دستگاه دیگه، دستگاه گاستروبک که با همین مدل و مشابه این دستگاه برند بریویل هم کار کرد. مشکلی که دستگاه مراجعه کرد مشتریش به ما روشن بودن چراغ کلیدی بود و اینکه نمیتونستن دستگاه رو رسوب زدایی کنن و خروجی نداشت دستگاه، چه خروجی بخار چه خروجی آب و هات واتر دستگاه کار نمیکرد. همچنین آسیاب به شدت آسیب دیده بود. پس از بررسی دستگاه و اینکه مشتری از ابتدایی که خریده بود دستگاه رو و اصلا آشنایی نداشت با اینکه چجوری بتونه دستگاه رو کلین بکنه، آموزش کلین کردن دستگاه، دیسکل کردن دستگاه رو در خدمتتون هستیم، آموزش میدیم خدمتتون. به این شکل اول مخزن آب دستگاه رو تا حدود 800 میلی لیتر که نشانگر داره پر میکنید. یک عدد مایع رسوب زده، حالا دلونگی یا برندهای دیگه، اگر مایع رسوب زده دلونگی اصلی رو خواستید ما در خدمتتون هستیم، اگر نه ماده های دیگه هستن که داخل بازار هستن ما میتونیم براتون تهیه کنیم و خدمتتون ارسال کنیم و تقدیمتون کنیم. یک عدد مایع رسوب زده رو داخل آب مخزن میریزید و مخزن دستگاه رو سر جاش قرار میدید. دستگاه در حین اینکه خاموشه یه مخزن آب به اندازه حداقل حجم 1 لیتر رو زیر قسمت نازل دستگاه و دوشی دستگاه قرار میدید. هنگامی که دستگاه خاموشه دکمه پاور و دکمه 1 کاپ 2 کاپ رو همزمان با هم دیگه فشار میدید. چراغ کلیمی شروع میکنه چشمک زدن و یک حدود زمان 5 الی 10 دقیقه طول میکشه تا آب دستگاه رو از مخزن تخلیه کنه و عمل رسوب زدایی رو انجام بده. بعد از اینکه این چراغ ثابت شد و چراغ‌های دستگاه روشن شد میتونید مابقی اسیدی که داخل دستگاه مونده رو به صورتی که شیر خروجی بخار رو به سمت آب جوش قرار بدید تا از نازل آب جوش خارج بشه و شیر خروجی بخار رو به سمت بخار قرار بدید تا مقداری از آب اسید و اسید از نازل بخار تخلیه بشه. خب کلین قسمت شاور و هدگروپ دستگاه به اتمام رسید. برای کلین قسمت بخار همونطور که گفتم کلید بخار رو به سمت آب داغ و یا به سمت بخار باز میکنید تا مقدار خروجی آب داشته باشیم. این کار رو میتونید به مراتب انجام بدید، یعنی 4 دقیقه 3 دقیقه صبر کنید یه مقدار آب اسید داخل مجرا بمونه، کلید رو ببندید به این شکل بمونه، چند لحظه صبر کنید، دوباره این کار رو تکرار بکنید. برای قسمت بخار حتما یک مقدار آب اسید داخل آب داغ حل بکنید. خود نازل بخار رو به این شکل داخل آب داغ بگیرید، داخل آب اسید بگیرید، چون معمولا وقتی مشتریان استفاده میکنن این قسمت رو تمیزکاری نمیکنن. نازل بخار با یه شیار خیلی ریز شروع به تولید بخار و تولید کف شیر میکنه و معمولا مصرف کننده این رو نمیدونه. شیر داخل میمونه، خشک میشه و باعث آسیب به قسمت‌هایی از دستگاه میشه. شیر خروجی بخار رو باز میکنید، صبر میکنید تا شروع به تولید بخار و خروجی آب. خب دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه کردید کار کلین دستگاه تموم شد، چراغ کلین خاموش شد و دستگاه الان آماده استفاده است. فقط چند تا نکته رو می‌خواستم خدمتتون توضیح بدم که حتما مد نظرتون قرار بدید و این کار رو حتما انجام بدید. داخل مخزن دستگاه
این مدل دستگاه یک فیلتری تعبیه شده که روش مدرجه، از عدد 1 تا 12 داره و این نشانگر هر ماهه، یعنی ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد و به ترتیب تا ماه اسفند ماه. این فیلترها به صورت یک ماهه و حتی در بعضی مناطق که آبشون با رسوب خیلی زیادی داخل لوله جریان داره 2 هفته یک بار باید تعویض بشه. این نشانگر رو گذاشتن که شما بدونید که فیلتر رو تعویض کردید. حتما سر موقع این فیلتر رو به این صورت جدا بکنید و فیلتر داخلش رو تعویض بفرمایید، چون داخل این یه گرانولایی هست که اگر به موقع تعویض نشه جریان خروجی آبتون از مخزن به داخل دستگاه رو مختل میکنه و باعث آسیب دیدن دستگاهتون میشه. این نکته اول. نکته دومی که تو این دستگاه باید توجه بفرمایید اینه که زیر دستگاه قسمت هد گروپ دستگاه یک پیچ آلنخوری داره. حتما بعد از هر 10 یا 15 تا قهوه‌ای که میگیرید، اگر پاک اسکرین روی قهوهتون روی دست گروبتون استفاده نمی کنید، حتما این پیچ رو باز کنید، این قسمت رو خارج کنید و زیر این قسمت رو تمیز کنید. چرا؟ چون موقعی که شما قهوه رو آسیاب میکنید پودر میشه و میبندید زیر دستگاه، موقع دم‌آوری قهوه مقداری از قهوه‌ای که به صورت پودر ریز باقی مونده از شیاره این قسمت میره داخل و پشت فیلتر رو کثیف میکنه و باعث عدم خروجی مناسب از دستگاه میشه. این دستگاه آسیاب سرخود هستش که کنار دستگاه یه درجه تنظیم آسیاب جهت ریز یا درشت بودن آسیاب هستش که از 1 تا 12 درجه رو داره. معمولا بهترین درجه برای آسیاب قهوه در شرایط طبیعی که تنظیم آسیاب به هم نریخته، که این دستگاه تنظیم آسیابش به هم ریخته و ما آسیاب رو مجدد تنظیم کردیم، روی 4 تا 5 باید باشه. حالا اگر احساس میکنید که کافه کرم خوبی بهتون نمیده یه مقدار میتونید ریستر کنید، یا نه اگر فکر میکنید خیلی قهوهتون کافه کرم زیادی داره و کافئین بالایی داره میتونید قهوه رو درشت‌تر کنید. یه درجه اینجا داره برای ریزی و درشتی آسیاب و یه درجه برای کم و زیاد شدن میزان آسیاب، یعنی گرمه که حالا از شما فکر کنید در 5 گرم تا 25 گرم این دستگاه میتونه آسیاب کنه. با این درجه قابل تنظیم. حالا ما این رو میذاریم رو حدود 15 گرم. دستگاه رو روشن میکنیم، قهوه رو داخل مخزن ریختیم، پات قهوه رو اینجا قرار میدیم، دستگاه شروع میکنه آسیاب کردن. قهوه رو صاف کنید. زیر دستگاه میبندیم. بسته به میزان قهوه‌ای که آسیاب کردید 1 کاپ یا 2 کاپ رو انتخاب میکنید که ما 2 کاپ رو انتخاب میکنیم. دوستان عزیز، یه نکته دیگه رو حتما توجه بکنید. بعد از هر بار قهوه گرفتن مقداری اجازه بدید که آب خالی از دستگاه تخلیه بشه که اگر احیانا اون بالا دونه پودر قهوه‌ای باقی مونده بود به این صورت از خودش تخلیه بکنه و دستگاه نیاز به تمیزکاری مجددی نداشته باشه. شماره تماس‌های ما 0912 677 3869 و 0921 431 5043. آدرس ما خیابان مرزداران، خیابان ابراهیمی، برج الوند، طبقه اول، راهروی دوم، پلاک 60/2. هر سوالی، هر سفارشی در صورت قطعات، تعمیرات دستگاه و همچنین راهنمای جهت تعمیرات و کلین دستگاه ما در خدمتتون هستیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو دنبال می‌کنید.